چگونه میشه خاورمیانه رو درست کرد، نقشه جدید خاورمیانه و ارائه یک طرح مشخص برای اینکه بشود دیگر جوامع را همسو کرد، فدششون رو به سمتی که دلمون میخواد. یعنی ابتدا باید سرزمین ایران تبدیل بشه به سرزمین پارس با اندیشه های مولوی و حافظ و سعدی که اینقدر مهربونه. بعد یواش یواش همه دست به دست هم بدیم ترکیه رو تربیت کنیم به سمت عرفان و تصوف. بعد باید به لبنانی‌ها بفهمیم آقا یه لبنان شیعه عرفان تصوف هم وجود داره. اما شما چیکار کردین؟ شما حمله کردین به عرفان و تصوف، سانسور اپوزیسیون یسار، سانسور افلاطون، سانسور نیچه، سانسور شکسپیر، سانسور بزرگترین آدم‌های تاریخ بشریت و تقویت رادیکالیسم. اصلا تو گزینه بیشتر وجود نداره. پایان حرفه. اگر میخوای به این جنگتون ادامه بدی من نمیتونم دخالت کنم، دست همتونم میبوسم، از جمهوری اسلامی دستشون میبوسم تا شما دستتون میبوسم، به من ربطی نداره. خیلی هم منطقی. جمهوری اسلامی میگه من آقای خامنه ای، هازا خامنه ای، نه ذالک، هازا خامنه ای، این خامنه ای در همین نماز جمعه آخری رسما اعلام کرد که من ولی امر مسلمینم. همون شد پیامش مستقیم به تمام کشورهای عربی فرستاد. یعنی نتانیاهو در از کمک کرد تا جمهوری اسلامی در تمام مسلمانان محبوبیت پیدا کنه. با کارهای اشتباهش کار کرده دیگه. حالا داری فکر میکنی که بریم مثلا تاسیس تحصیلی بزنی که فردا مردم بدبخت میتونن ازش برق استفاده کنن، حتما کنه بمب اتم بسازن. یا میخوام مثلا بری پالایشگاه نفتیشو بزنی که مردم ایران رو خارمادر سرویس کنی، بدبختشون کنی، بیچارهشون کنی، بعد بی پولشون کنی، فقیرترشون کنی، هی تو سرشون بیشتر بخوره. بعد اگه فکر میکنی که با این حرکت‌ها و این فشارها و زدن پالایشگاه مردم فقیر میشن، قیام میکنن، هنوز مردم رو نمیشناسی، هنوز نمیشناسی. این دوباره همون طرح حجابی که از من دزدیدین، غلط اجرا کردین، خار مادر خودتون، خار مادر تیمتون، خار مادر اپوزیسیون سرویس که اون بدبخت موفرفگی هم کردین که کابالای سیاسی پرت کردین، چیکار کردین؟ به درد نمیخوره. الان کجا برش دارم؟ الان شما اون فقه و اون شخشق از کجا برش دارم؟ چیکارش کنم باشه؟ تارت شدن تاپالای سیاسی که مردمشون پشت خار مادر میدن. ایرانی‌ها فکر نکن همشون احمقن. اینا حتی اگر یه نسل بیاد همشون هم احمق باشن، یه دیگه باهوش دارن، یک دینه ای دارن که چند هزار سال یه لحظه بیدار میشن. پس انتخاب با شماست. راه نجات خاورمیانه آمدن عرفان و تصوف سعدی و مولوی به حکومته. خود همین مردم، همین 15 میلیون ریسارچی داخل کشور بقیه رو بهشون میفهمونن خوشبختی یعنی چه. مردم طعم عرفان تصوف میچشن، از فضای قشری شرعی خارج میشن و از فضای حماقت سکولار دموکراسی. بیا شلوارام بکشم پایین، اینجا رو ببین، همه شدن حالا فیلم سکسی واسه خوشین بازی میکنن. هر دو بیشعورن، هیچ فرقی برای ما نمیکنه. والا عزت داشته باش، برو 10 تا روز به والا تو بکن، عزت داشته باش، شخصیت داشته باش. انتخاب با شماست. آقای عربستان، این آخرین برنامه شاید باشه که من واضح دارم توضیح میدم. شما نمیتونید روی خوش ببینید اون تو منطقه. امارات متحده نمیتونید، قطر، عمان نمیتونید. فکر نکنید اینجوری. همین جنگاست. اسرائیل، مصر، اردن. راه نجات شما این است که قوانین اساسی امپراتوری کوروش توسط یک امپراتور که کوروش هست پیاده شه در جامعه ایران. باید داشته باشید. اگر دارید طبق حرفای گذشته برید انجام هی همدیگه رو بکشید و بعدم هی فکر کنید که الان من میپرم واسه یه چیزی میگم. ساختار سیاسی اپوزیسیون کاملا مشخصه. ما در آینده یک مثلث داریم به نام روسیه، مثلث آمریکا که کشور دوم من الان، یعنی حتی تو این سه تا آمریکا بالاتر از روسیه است برای من الان، ولی چون شبیه میبینیم و ریستارت این وسط.
از یک مثلث برای من در وزارت خارجه امپراتور پاس نوشته شده است. بقیه کشورها رو با یک سری شرایط انتخاب میکنیم و در فضاشون میذاریم. پس من خیلی عاشقانه، خیلی دوستانه خواهش کردم با این ادا اطوارها، با این حملات این شکلی، با زدن این ور اون ور، جنگ خاورمیانه رو به جنگ جهانی سوم تبدیل نکنید. اگر طرح ندارید، نمیتونید رژیم عوض کنید، من طرحمو میذارم بدونی که پولی از شما دریافت کنم، کارم انجام میدم، رژیم عوض میکنم، بدونید فقط شما بیایید و رسما بگید که نمیخواین ایران رو تجزیه کنید، بگید ما منصرف شدیم، نمیکنیم، تجزیه نمیکنیم. من همه چیزمو در طبق اخلاص میذارم و انجام میدم. پس انتخاب با شماست. میخواهید خاورمیانه‌ای که جنگ ادیان توشه، رادیکالیسم ها دارن قدرتمند میشن، همدیگه رو بکشید و فکر نکنید با کشتن و الان 5 سالگی تموم میشه، نه 5 سالم جنگ تموم بشه دوباره 5 سال بعد جنگ شروع میشه، چون دو سه کشور جدید دارن تولید میشن. یا از این بازی ادیان خارج شید و اپوزیسیون یه سال بیاد و عرفان تصوف قدرت به سرزمین پارس شکل بگیره و یواش یواش خاورمیانه جدیدی رو تولید کنیم. نتیجه این کار به اونجایی میرسه که ما میخواییم. چرا؟ چون همه چیز در کنترل ریاست است. میبینید. بدرود.